بفرما. این که شما الان 3 وعده میخوری این مال این شرطی شدی. مثلا اهل بیت رو کسی ندیده دستشویی برن، انسانن، اونا مثل ما طوری غذا میخوردن که اصلا فضولات نداشت و ما اگر میخوایم بهشتی بشیم باید اینجا تمرین کنیم اونقدر کم بخوریم که نیاز حتی به دستشویی. نمیگم اینا عرفانیه، اینا خیلی بالاست، اما به قدر خود آقا کم بخوریم. آقا چی؟ بگی کم بخوریم. یعنی شما 90 یعنی غیر از یک وعده ثابت درست هرچی میخورید بدون شما حمال و مزدور بی مزدید و این که روح باز نمیشه، ما به عرفان نمیرسیم، روح شکوفا نمیشه، اینه. ناراحت نشید. ولی پیغمبر میگه کسی که در شبانه روز 3 وعده غذا میخوره یه افساری به سرش بزنید ببرید تو طویله کنار حیوونا، اربطوه مع الدواب. ببین اول ببین